ابوالفضل نصرآبادی هستم. هک شد با سلام چتش. خودم اولا یه آدم کمالگرایی ام. اون معادلات دیفرانسیله حالا ممکنه به دردش نخوره. جزو افرادی بودم که این شانس رو داشتن آخر اون دوره با سلام ادامه بدم. توی دیجیکالی که رفتی به عنوان همون بک اند دیولپر استخدام شدی؟ مهمترین چیزی که به نظر تو با سلام یاد گرفتی و بزرگترین دستاوردی برات داشت اون دوره چی بود به نظرت؟ 90% هم تلاش. بالاترین حقوق و رشد حقوق و برنامه‌نویسا داشتم. خب سلام ابوالفضل، چطوری؟ سلام، خوبی؟ سجاد، خیلی خوش مرسی. اومدی. قربونت. چه خبر؟ سلامتی. خوش خبر میگذره؟ خاصی نیست. اوضاع احوال خوبه؟ خدا رو شکر. یکم از خودت بگو که بیشتر باهات آشنا بشیم. ابوالفضل نصرآبادی هستم. ورودی 97 رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم. قبل از دانشگاه تو کار برنامه‌نویسی نبودی؟ نه، قبل دانشگاه اصلا برنامه‌نویسی به صورت حرفه‌ای، یعنی کاری بخوام بکنم و مثلا حتی کدی بزنم اصلا کار نکردم. بازی هم نمی‌کردی با کامپیوتر؟ چرا؟ با کامپیوتر. چی بازی می‌کردی؟ بازی اون زمان رینبو، کالاف، کانتر. ولی خیلی آدم سر و کله زدنم با کامپیوتر زیاد بود به اصطلاح. حالا آدمی بودم که مثلا دید بقیه شاید همش سرش تو کامپیوتر بود، ولی خب از این فعالیت خیلی کدنویسی و برنامه‌نویسی سهمی نداشت. چیا بودن؟ چیکار می‌کردی بیشتر با کامپیوتر؟ وب گردی، نمیدونم، مثلا خیلی علاقه‌مند بودم یکم به اون ژورنالیسم آیتی و مثلا فناوری و اینا. هی سایت خبری چک می‌کردم، تو بعضیش حتی یه فعالیتایی می‌کردم. آره دیگه، اون زمان سایت نارنجی بود و چی بود و چی بود و اینا، همش سیستم باز بود. تو زبانه برنامه‌نویسی مثلا تحقیق و اینا مثلا می‌کردم، ولی عمل گرایی تو پیوستش نبود. مثلا شاید ته و توشو در آورده بودم که آقا چه زبانهایی هست، چه زبانهایی برای چه فیلدی خوبه، PHP چیه، الان نسخه چنده، پایتون چیه، کی نوشتش، اون نمیدونم گولنگ از کجا در اومد. همه اینا مثلا تئوری زیاد بر رفته بودم، ولی تا قبل دانشگاه خیلی تو این دنیای برنامه‌نویسی به اصطلاح شیرجه نزده بودم. ولی علاقه‌مند به کامپیوتر آره، بودی. علاقه‌مند بودم حتی به دنیای کامپیوتر، برنامه‌نویسی و همه اینا، تا دیگه کنکور دادم و انتخاب رشته اولویتم گذاشتم کامپیوتر به خاطر علاقت. آره. یه اومدم سمت رشته کامپیوتر، دانشگاه رو زدم و بعدش هم چیزای دیگه هم انتخاب کرده بودم برای اولویت‌های بعدی، ولی خب تو هم اولویت اولم از نظر رشته‌ای و بعد حالا با توجه به رتبه‌ام دانشگاهی که قبول شدم دانشگاه قم بود. خب چون شهر محل زندگی من بود راضی بودم تقریبا. دیگه وارد شدم و اون زمان هنوز دوران قبل کرونا بود. دانشگاه یه رنگ و بوی دیگه کلا داشت با الان. دیگه وارد که شدم یه خورده سعی کردم دیگه، حالا که مثلا مسیر آکادمیکم هم تحصیلیم هم حالا افتاده به این سمت مهندسی کامپیوتر، یه خوردم جدی‌تر برم سراغش. دنبال اولین دریچه ورود که گشتم، نزدیکترین جایی که تونستم پیدا کنم برای فعالیت یه مؤسسه‌ای بود که حالا یکی از آشناها اونجا مسئولیت داشت، یه بخش پشتیبانی آیتی و هلپ دسک و از اینجور چیزا داشت. نزدیک 9 ماه، 1 سال که مصادف شد با ترم اول و دوم دانشگاه هم همونجا فعالیت کردم که خب خیلی برام آورده فنی نداشت، چون اصلا فیلدی بود که بعدها تغییرش دادم و علاقه زیادی هم نداشتم به اون بحثا. ولی خب تجربه کاری خوبی شد، همین که حداقل یه محیط کار جدی آدم تجربه میکنه، یه جایی که یه سری وظایفی داره باید انجام بده اینها. کار بود اونجا کیس اسمبل می‌کردین؟ آره، از اسمبل کیس بود، نصب نرم افزار، پشتیبانی، خلاصه شبکه، دوربین. شبکه که حالا اون زمان مثلا اون کاری که من اونجا میکردم در حد مقدماتی و بیشتر کنار دست و اینا بودم. پسیو کاری می‌کردین؟ پسیو هم آره، داکت کشی و کاب کشی و سوکت زدن و همه بچه شبکه اونجا شروع میکنن. آره، زنگ خاکی شبکه. آره دیگه. بعد البته به دردم خورد که
حالا جلوتر میگم کجا دارم خورد، ولی ترم 2 که تموم شد یه گفتم نه مثلا این خیلی مسیری که افتادم توش اونی نیست که بخوام خیلی جدی برم جلو. ترم این تابستون شد، از اونجا اومدم بیرون، یکم تو اون تابستون سعی کردم مثلا فضاهای دیگر رو تجربه کنم، یکم رفتم سمت کد نویسی و حالا تلاش‌های مختلفی که آدم دوست داره مثلا انجام بده تا نزدیک کنه خودش رو به بازار کار. یادم اون زمان یه دوره‌ای هم بود تو تهران برگزار میشد آخر هفته نزدیک 1 ماه، یعنی تقریبا 3-4 تا آخر هفته من رفتم تهران. یه دوره مثلا پایلوتی بود برای مثلا دانشجوهایی که می‌خواستن وارد بازار کار بشن. بود کمپینا بود؟ بود کمپ تخصصی نبود، متناسب مثلا بود کمپ برنامه‌نویسی بک اند و اینها نبود، یه چیزی بود، یه اسکیل ستی از مهارت‌های نرم مثلا سعی داشت آموزش بده که اون ذهنیت دانشگاهیه و مدرسه‌ایه بشه یه آدمی که یه خورده مثلا بیشتر مناسب بازار کاره. حس کردم که انجمن علمی میتونه مثلا یه فضایی باشه که میتونه برای شروع خوب باشه آدم. مثلا گشتم دنبال انجمن علمی، دیدم که همه رشته‌ها انجمن علمی دارن جز کامپیوتر نداشت یا آره فعال نبود. آره یعنی مثلا اساسنامه این چیزی بود که وجود داشت، نه فعال نبود، که یعنی اصلا اون دورش هم تشکیل نشده بود، مثلا افرادی نبودن که به عنوان انجمن علمی سال 98 میشه دیگه. آره سال 98 بعد نبودن دیگه. یکم برنامه رو اینا گفتیم خب بریم حالا بعد از یه مدت خوابیدن این تشکر خودمون مثلا دوباره استارتشو بزنیم. به چند از بچه‌ها و کمک گرفتن از اون استاد مشاور انجمن که میشد همون مدیر گروهمون دکتر لکیزاده اسمشو بیارم، بعد استارت زدیم کار انجمن و یه چند تا برنامه سعی کردیم مثلا همینجوری حالا مثلا یه مهمونی دعوت بکنیم صحبت بکنه. خوبی اینجور حرکت ها و مثلا اینا اینه که آدم خودش میفته جلوی یه حرکتی و یا حالا ممکنه اطلاعاتی برای بقیه اضافه بکنه بهشون، یه اطلاعاتی برای بقیه بیاره از این فعالیت ها، ولی خب خودش همیشه اون جلو دست اول هم اطلاعات رو میگیره، هم مثلا یه سری بینش هایی بهش اضافه میشه دیگه. مثلا برکات خاصی داره بالاخره. آره میری میگردی آقا مثلا یه مهمون دعوت بکنی با 4 نفر حداقل آشنا میشی، نمیدونم هی میری تحقیق بکنی دوتا مثلا کلاس آموزشی بذاری میبینی که مثلا چه خبره که چی کاره است، یه سری اینجور فایده ها برای آدم داره. ولی دیگه اونم باز خورد به آخره سال 98 و کرونا که دیگه دانشگاه تعطیل شد. یعنی تقریبا اومدی انجمن استارتش رو زدی. آره فکرم اوایل ترم بعدش بود که دیگه کرونا اومد. بهمن اینا بود دیگه بودن. اول یه ترمی شاید فعالیت کردی. آره یه ترم هم حدودا نشد دیگه، چون تا اون ترم اومدیم استارت بزنیم اینا 3-4 ماهی شد و رفت تو فاز غیر حضوری که اون اوایل هم خب چون کرونا واسه خودش بحرانی بود، مشخص نبود چی میخواد بشه دنیا، چی بشه چی نشه. غیر حضوری هم هنوز خیلی اصلا تا اوایل حتی ساختار پیدا نکرده بود، شکل نگرفته، ساختش نبود. ولی خب بعدش دیگه چون رفت توی بازه 2 ساله‌ای که همه چی غیر حضوری شد، فعالیت انجمن هم تا اون زمان که خودمون بودیم یکم غیر حضوری ادامه پیدا کرد، ولی خب خیلی فرصت ها گرفته شد و مثلا اون چیزی که باید میشد نشد. یه بعدش حالا بچهای دیگه اومدن و انجمن اون دبیری شد، چیزای دیگه‌اش همه انتقال پیدا کرد و بعد الحمدلله خوب ادامه دادن. خب بعد که کرونا شد دیگه انجمن عملاً دانشگاهی که مجازی شد و انجمن هم که فعالیتش مجازی شده، شما احتمالاً وقت زیادی داشتی که بری دنبال کارهای دیگه. آره خب از اونا بگو. آره دیگه دقیقاً کرونا حالا با همه تلخی هایی که داشت و اتفاقاتی که رقم زد و یه سری فرصت های زیادی که گرفت از آدم، یه نقطه عطفی شد توی
اینکه اجازه داد ساختارهای خود تغییر بکنن، ساختارهایی که شاید تا قبلش میگفتن دانشجو باید تا فارغ التحصیلیش حتما درس بخونه، نهایتش یه کار خیلی دانشجویی، مثلا تایپ بگیره، نمیدونم مثلا پروژه سبک مثلا وب بگیره، اینجور چیزا. این ساختار شکست و تایم زیاد شد و اون زمان دیگه خب خیلی دانشجو حتی رفتن سمت کارهای فول تایمی که مشغول شن توی حالا حیطه‌های مختلف. منم از همون موقع شروع کردم یه خورده تکمیل کردن آموزش ها. دسته گریخته قبلش رفته بودم سمت برنامه‌نویسی وب، یه خورده خب طبیعتا شروع هر برنامه‌نویس وبی با HTML و CSS و اینجور چیزاست. بعدش دیدم که سمت بک‌اندش برام جذاب‌تره و از اون طریق سعی کردم که یه خورده بیشتر کار بکنم اون فیلدو. این زمانی که کرونا شد تو شروع کردی یه کمی وب کار کردن؟ وب و جدیدتر وب و آره یه استارت کوچیکی زده بودم قبلا، اینجا دیگه فرصتش بود که بیشتر برم وقت جلو. بهتر آره. بشه. و بعدش هم از چند وقت بعدش، یعنی مثلا شاید 2-3 ماه تصمیم گرفتم که خب حالا بک اند رو بیشتر کار کنم. تو دانشگاه چی؟ تو دانشگاه بالاخره درسای برنامه‌نویسی داشتی؟ آره. اونا برات خیلی مفید نبودن؟ اونا رو نمی‌خواستی ادامه بدی؟ چه تأثیر اونا داشتی توی برنامه‌نویس شدنت؟ آره. اتفاقا فکر کنم ترم 2 بود یه درسی داشتیم برنامه‌نویسی جاوا که شیگرایی و اینا رو مثلا حالا کنارش میگفتن. سکوی خوبی میتونست بشه برای اینکه مثلا همون موقع از طریق جاوا مسیرم مثلا بیفته به سمت برنامه‌نویسی موبایل و اندروید و اینا، ولی خب نشد دیگه. مثلا با اینکه آموزش خوبی داشت ولی چون خیلی عملی و پرکتیکال کار نشد دیگه، اون بیسه ایجاد نشد که مثلا بگم حالا که من مثلا اگه همون درسه جوری مثلا کورسش برگزار میشد که آخرش بچه‌ها یه اپ خیلی ساده اندروید مثلا میزدن، شاید از اون درس یه عالم از بچه‌ها وارد مسیر مثلا جدی اندروید میشدن، ولی چون بیشتر تمرکزش روی بحث‌های پایه‌ای برنامه‌نویسی و مثلا اینکه اصلا شما بتونی یه کد بزنی بود، فقط یه بیس مفهومی شد دیگه. یعنی مثلا آخر سر نشد آدمو بندازه توی مسیری. بیشتر مفاهیم و تئوری رو گفت. آره مفاهیم بود که البته هم خوب بود، لازمه بالاخره. آره لازمه. و حالا دیگه ترمای بعدم باز داشتیم مثلا برنامه‌نویسی، اتفاقا وب هم داشتیم یه درس یادمه، ولی خب این دیگه بعداً بود. این زمانی بود که من خودم از مسیر غیر دانشگاه و اینا رفته بودم سمت برنامه‌نویسی وب کار میکردم. اون درس حالا فقط بود یکم دیر بود دیگه. آره. خب بعدش چیکار کردی؟ بعدش که رفتی خودت شروع کردی خوندن. آره. بعدش دیگه اون سال خب چون کرونا بود و شرکت هم دیده بودن که آقا الان بالاخره یه سری ساختارها عوض شده، هم نیروی کار جوون و دانشجویی دارن که آماده است، یعنی برای اینکه بیاد شروع بکنه کار خودشو، دیگه اون گیر و گور از اون مدرک و مثلا کارت پایان خدمت این چیزا برداشته شد. و از اون طرف هم کرونا خب یه موجی، یه هیتی توی چیز ایجاد کرد، یه تقاضای کسب و کارهای آنلاین. و خب شرکت ها وقتی خیلی به قول گفتن رشد کردن، دیدن که آقا از این طرف هم نیرو نیاز دارن، خاطر همین یه خورده رفتن سراغ جذب کردن افرادی که حالا تجربه کمی دارن. و اون زمانم تقریبا کی بود؟ پاییز 99 میشه دیگه. آره پاییز 99، اوایل زمستون 99 این حدودا بود که شرکت با سلام یه پروگرامی اجرا کرد، مکتب سلام، یه دوره کارآموزی و اینترنشیپی بود که مثلا خب حالا یه سری نیرو ما بگیریم، افرادی که همینجوری دانشجو هن یا مثلا تازه فارغ التحصیلن
یه آشنایی با اون فیلد دارن، یه تجربه خیلی کمی رو دارن و ما قبول میکنیم، یک ماهی باشون حالا کار میکنیم، بهشون فرصت میدیم، پروژه های واقعی میذاریم در اختیارشون، ببینیم چیکار میکنن. بعدش اگر اوکی بودن و اوکی بودیم اینا رو جذبشون کنیم. یعنی مکتب سلام میومد اونایی که استعداد داشتن و یه آره. مصاحبه ازشون میگرفت، اینا رو میبرد توی محیط کاری، اونجا کوچشون میکرد و بهشون پروژه میداد، اینا رو آماده میکرد واسه اینکه برن کار اصلی رو بگیرن و همونجا احتمالاً استخدام میکرد. آره دیگه. آخرش بعد اون دوره 1 ماهه، حالا بازش یه خورده متغیر بود، 1 ماه 2 ماه اینها بود، ولی یه تهش در صورت توافق دو طرف منجر به استخدام میشد. اگرم نمیشدم باز یه تجربه خیلی خوبی بود برای بچه‌هایی که تو این برنامه شرکت کرده بودن. یه تجربه خلاصه نزدیکترین تجربه‌ای بود که میشد به صنعت کسب کرد دیگه. توی خود شرکت بودی دیگه. آره. با کل شرکت و روالاش همه چی آشنا میشد. آره دیگه. بعد از اون حالا من جزو افرادی بودم که این شانس رو داشتن آخر اون دوره با سلام ادامه بدن. مشغول شدم. اون زمانم دورانی بود که با سلام داشت خودش رو گسترش میداد، یعنی یه سری تیم‌های اضافه کرد، یه سری ساختارهاش رو عوض کرد و عوض شدن ساختار باعث تولد یه سری تیم‌ها شد و منم رفتم توی یکی از اون تیم‌های جدید و تازه تأسیس که دیگه 1.5 سال هم بعدش با همون تیم ادامه دادم. چه تیمی بودی؟ من تیم چت. خب تو با سلام پس 1 سال خورده موندی. آره. یه حتی آخرش تیمو جابجا کردم با تکنولوژی‌های دیگه. یه تیم دیگه هم تجربه کردم، تیم کور بود آخر سر، که اونجا فکر کنم کلا 2-3 ماه شد. 2-3 ماه آخرم هم توی تیم دیگه بودم. بعدش دیگه تصمیم گرفتم که حالا از با سلام جدا شم. پس توی با سلام رفتی اونجا اول توی مکتب سلام. اونجا دوره حالا کارآموزی یا اینترنشیپی رو گذروندی، بعدش رفتی توی یکی از تیماشون قرار گرفتی. بعد از اونم رفتی توی تیم دیگه، باز دوباره با یه سری استک مختلف دوباره تجربه کردی و این فرآیند 1 سال خورده طول کشید. خب البته خب خیلی، یعنی مثلا من موقعی که رفتم با سلام و ازش خارج شدم واقعا تفاوت خیلی زیادی میکرد از نظر رشد فنی که کرده بودم، از نظر تجربیاتی که بهم اضافه شده بود و اینها. و چون میگم تو صحبتام هم گفتم این شد 1.5 سال. قبلش هم من 1.5 سال حدودا دانشجو بودم و هی به صورت مثلا آموزشی و مثلا تجربی و اینا مثلا هی میرفتم سمت آموزش برنامه‌نویسی. ولی یک یادگیری 1.5 سال که توی یک شرکت با چالش‌های واقعی بودم با اون یادگیری‌های دیگه، خب زمین تا آسمون کلا فرق می‌کرد دیگه. مثلا جنسش یه جنسی بود که واقعی بود، میدونی مثلا واقعی بود. آره. یه کتابی رو میخوندم قبلا، کتاب عادت‌های اتمی جیمز کلیر، یه قسمتش هست میاد میگه تفاوت بین حرکت کردن و انجام دادن فکر میکنم، حالا نمیدونم تو ترجمه اینجوری اومده، لفظ عبارت انگلیسیش چی بود نمیدونم، ولی انگار که اون 1.5 سال قبل مثلا من فقط حرکت میکردم به سمت مثلا حالا رشد توی برنامه‌نویسی و اینها، ولی اون 1.5 سال که تو با سلام بودم با انجام دادن و با اون مثلا دان کردن تسکایی که باید میشد واقعا اون مثلا رشد اتفاق افتاد دیگه. یه چیز مجازی و یه چیز مثلا الکی و رو هوا نبود. ببین مهمترین چیزی که به نظر تو با سلام یاد گرفتی و بزرگترین دستاوردی که برات داشت اون دوره چی بود به نظرت؟ یک چیز رو واقعا نمیتونم اشاره کنم، چیزای زیادی بود، ولی خب یکی از مهمتریناش این بود که اولا یاد گرفتم توی یه شرکت بزرگ با یه تعداد زیادی کارمند و یه تعداد خیلی زیادی کاربر یک فرایند چجوری انجام میشه، مثلا تسکی که هست، یه قابلیتی که قرار اضافه بشه، تغییر، این چجوری انجام میشه، چه مراحلی رو رد میکنه و
به ثمر میشینه. و از جنبه غیر فنیش این به نظر مهمترین یادگیریم بود. از جنبه فنی هم باز دوباره همین که یاد گرفتم کلا مثلا این تعداد کاربر چه چالشایی داره، چه نکاتی باید رعایت بشه برای نرم افزاری که مثلا قراره به این تعداد مشتری سرویس بده، به این چالش‌های این ترافیک زیاد و اینها چیه. و یادم یه سری با سلام همین مثلا قسمت چتش یه خبری اومد هک شد. هک حالا به اون معنا نبود ولی پیام‌های کاربری دیگر رو میکشیدن بیرون. یه سری داستان بود تو همین پیام دادن و اطلاعات و درز اطلاعات و اینها. اون زمان هم یکی از تیمایی که خیلی فشار روش بود تیم ما بود، یعنی تیم چت بود و مجبور شدیم یه سری تغییراتی ایجاد بکنیم که خیلی از نظر فنی برای خودم اون زمان چالش‌های خوبی بود. و شاید مثلا خیلی از تکنولوژی ها اون زمان تازه من به یه درک مثلا خوبی ازشون رسیدم. هک شد با سلام چتش. خب آره هک که حالا میگم به اون معنا شاید نبود ولی یه سری باگ هایی بود که میشد ازش یه سری سوء استفاده ها کرد. اینکه اون باگ ها چجوری پوشش بدیم، چه راهکاری برای تکرار نشدنش انجام بدیم و اینا همش یه سری چالش بود که اون زمان حتی تا الان یکی از بزرگترین یادگیری‌های من بود. اون شرایط مثلا به اصطلاح جنگی که باید مثلا تو زمان کم بالاخره یه سری ایرادات رو رفع می‌کرد. و همین تو با سلام هم یه چیز نکته فرهنگی خیلی خوبی که بود این بود که تعامل تیم‌ها با هم خوب بود، هم نسبتاً زیاد بود هم خوب بود و اینجوری نبود که بگم مثلا من از یادگیری بقیه تیم‌ها محرومم و چالش بقیه تیم‌ها حتی برای من یادگیری داشت. تیم‌هایی که حالا چه از نظر استک مثلا تیمی که زیرساخت به حساب می اومد حتی فعالیت‌های اونم برام یادگیری داشت و تیم‌هایی که از نظر پروداکتی مثلا جدا بودن اونا هم باز فعالیتاشون برای من یادگیری داشت. چجوری؟ آیا زیرساختی واسه این قضیه بود که دانشو منتشر کنن یا نه خودت میرفتی یاد میگرفتی؟ زیرساخت بود. حالا زیرساخت یک به یه معنا اون نالج منیجمنتی که حالا مثلا سازمان‌ها سعی می‌کنن پیاده کنن و مثلا یه سری سندایی از فعالیتاشون می‌نویسن و شیر می‌کنن، هم به اون جهت بود هم زیرساختی که بود از نظر مثلا کالچری و فرهنگی. یعنی مثلا تیم‌ها خیلی با سلام بسته نبودن. تیم یه کاری می‌کرد حالا یا جلسه دمو می‌ذاشت یا مثلا خود افرادش یه گشودگی داشتن باز بودن می‌اومدن صحبت می‌کردیم و اون یادگیریه به نظرم خوب بود اونجا. خیلی مالی. خب بعد با سلام کجا رفتی؟ دیگه من اون اواخری که با سلام بودم و تصمیممو به جدا شدن از تیم گرفته بودم. چرا می‌خواستی جدا بشی؟ مسائل مختلفی بود دیگه. جالبه برام بدونم مسائل مختلفش چی بود. مسائل دعوت شد شخصی بود و اینا. او شخصی با یه نفر شخصی یا چی؟ این با یه نفر دیگه شخصی یا نه شخصی داخلی خودت خانوادگی؟ دوست نداری بگی؟ نه مسئله داخلی شرکت نبود دیگه. اولا حالا یه سری تغییراتی اون زمان با سلام کرده بود که حس کردم دیگه مثلا اون روالی که پیش بینی می‌کردم از رشد خودم توی شرکت دیگه محقق نمیشه. و اینو مربوط به اون تعدیل بزرگی با سلام میشه یا بعدش یا قبلشه؟ نه خروجم از با سلام که بعد تعدیلش بود. ولی خب تعدیل رو دیدی؟ تعدیل رو دیدم آره. یه سری تغییر کالچرش و روال ها و اینا رو احتمالاً اونجا تجربه کردی. آره اینا هم تاثیرگذار بود تو جداییت یا؟ ولی در کل حالا اون اواخر قبل تعدیل من تا حد به این نتیجه رسیده بودم. یعنی مثلا آدم بالاخره یه رودمپی برای خودش تو ذهنش داره که آقا من اینجا مثلا میخوام اینا رو یاد بگیرم، میخوام این مثلا تغییر پوزیشن داشته باشم، این حالا یه سری مسائل ممکنه مالی تغییراتی از این نظر داشته باشم. یه جایی میبینه دیگه مثلا این توی این مسیری که الان هست محقق نمیشه. تو این شرکت دیگه نمیشه. توی این شرکت یا حالا ممکنه بود که تو اون شرکت میشد. بالاخره
تصمیم گرفتم که از با سلام خارج شم. اول تصمیم گرفتی خارج بشی یا اول اونور اومدی با یکی دیگه صحبت کردی بعد اون که اوکی شد اینور خارج شدی؟ نه، اول تصمیم گرفتم خارج بشم ولی هنوز خارج نشده بودم. بعدش همزمان دنبالم میگشتم دنبال موقعیت‌های شغلی دیگه و در نهایتش هنوز اون طرف قطعی نشده بود که از با سلام خارج شدم. یعنی دیگه اون لحظه‌ای که از با سلام خارج شدم تا زمانی که توی شرکت بعدی مشغول شدم یه فاصله زمانی افتاد و بود و یادم اوپن تو ورک کرده بودم توی لینکدین. بعد یکی از بچه‌های تیم اچ آر، حالا چند تا شرکت پیام دادن و صحبت شد، یکیشون از اچ آر دیجیکالا بود، دیگه پیام داد، منم اوکی دادم که حالا یه جلسه مصاحبه رو هماهنگ کنن. رزومه براشون فرستادم و دیگه افتادیم توی اون فرایند مصاحبه ها. حالا دیگه چند مرحله داشت. اون زمان که من مصاحبه دادم، مصاحبهشون رو اگه اشتباه نکنم یه مرحله پروژه تست داشت، یک مرحله مصاحبه الگوریتمی داشت، یه مرحله مصاحبه فرهنگی داشت، یه مرحله مصاحبه مثلا سیستم دیزاین و آبجکت اورینتد و اینجور چیزا رو می‌پرسیدن. نزدیک فکر می‌کنم 3-4 جلسه حدوداً مصاحبه طول کشید. مجازی حضوری؟ مجازی. بعد دیگه تا آخر سر اوکی شد و رفتم دیجیکالا. توی با سلام که بودی حضوری میرفتی یا مجازی بودی؟ نه، حضوری بودم. بعد دیجیکالا هم همینجوری حضوری بود؟ دیجیکالا نه، من اونجا یه جورای هیبرید بودم و همون یه روز در هفته حالا سعی می‌کردم برای یه سری جلسات و اینجور چیزا حضوری برم، بقیه‌اش به صورت ریموت و دورکاری با سیستم از کار می‌کردم. خب چقدر وقت توی دیجیکالا بودی؟ دیجیکالا هم حدوداً 6-7 ماه تجربه کاری اونجا طول کشید. 6-7 ماهی توی تیم کامرشیال دیجیکالا مشغول بودم که حالا مرتبط بود با بحث‌های ثبت نام فروشنده ها، اون جایی که ثبت محصولاتشون و حالا چالش‌هایی که کلا دیجیکالا داره با فروشنده هاش و اون پنلایی که سعی میکنه توسعه بده، فرآیندایی که میخواد خودکارسازی بکنه و اینها، حالا تجربه فروشنده هاشو بهتر بکنه. تقریبا بیزنس ها شبیه همن، نزدیک به همن. آره. از نظر قانونی به مشکلی نخوردی؟ NDA چیزی این امضا نکرده بودن تو با سلامات که با رقبا نری کار کنی؟ تو ایران که حالا خیلی سختگیری نیست ولی آره. واقعا پیش میاد. با سلام چرا NDA اتفاقا امضا کرده بودیم، دوره 1 سالم فکر میکنم یا 6 ماهه یادم نیست. NDA با سلام 6 ماهه بود یا 1 ساله بود، ولی دیگه از اون دوران تعدیل تقریبا به بعدش سختگیری دیگه خیلی نمی‌کردن. آره، مثلا یه جوری اصلا اوکی چیزی هم داده بودن که گفتن سیف تو لیو بود. آره، گفتن که چون این شرایط پیش اومده و حالا ما خودمونم میدونیم اوکیه شما دیگه، هر جا رفتی دیگه. آره اوکی. خب خوبه. ولی خب چون کلا تو حوزه تکم خیلی این مسئله مثلا دیسکلوزر و اینا اتفاق نمیفته دیگه. مثلا باز حالا بچهای پروداکت یا مخصوصا بچهای بیزینس خیلی در معرض اینن که بردارن مثلا اطلاعات یه شرکت و بیزینس و اینها رو مثلا ببرن جای دیگه استفاده بکنن یا به دردشون بخوره، یا بالاخره اون اینسایت هایی که این طرف هست اینا رو بتونن. ولی خب سمت تک کلا تسکیه که میاد شما باید مثلا انجام بدی، حالا یه فرآیندایی و اینا، خیلی این چالشم از نظر حداقل اخلاقی مثلا نبود. با سلام حالا موردی نداشتی که تو این زمینه گیر بده. اکثر شرکت هم خیلی روی این حساس نیستن، ولی خب تو هستش دیگه. یعنی هم تو ایران هم تو دنیا این سری مشکلات تو این زمینه داشتیم. توی دیجیکالا که وارد شدی چه چیزی برات جذاب بود و تفاوتش با سلام احتمالاً مقایسهش کردی دیگه؟
به عنوان دومین تجربه کاری برنامه‌نویسیت حالا اگه بخوایم بگیم بود. آره دیگه تقریبا میشه گفت دومین تجربه جدیم بود تو برنامه‌نویسی. خب دیجیکالا اسکیل بزرگتری داشت، چه از نظر تیم‌های خودش چه از نظر کاربراش، و همه اینا یه سری تغییراتی رو ایجاد میکرد دیگه. مثلا اون فراینده که گفتم انجام شدنش تو با سلام برام شاید بزرگترین یادگیری بود، باز اینجا یه پله ارتقا پیدا کرد داره و جنسش متفاوت شد. مثلا دیگه خیلی حالت محتاطانه تری داشت فرآیندها. اینجا اصولی تر بود یا محتاطانه تر بود؟ محتاطانه بود تا حدی، اصولی هم بود. خب یعنی با میخوای بگی تفاوتش چی بود؟ تفاوتش این بود که شاید مثلا اگر من تو با سلام یک ایده قرار بود پیاده سازی بشه، این فرایند خیلی سریعتر، چریکی‌تر، حالا شاید بشه گفت چابکتر انجام میشد و سریع میرفت بالا. حالا اصطلاحاً دیپلوی میشد و میرفت بالا. ولی همین ایده کوچیک اگر قرار بود توی دیجیکالا پیاده سازی بشه، یک فرایند خیلی زمان برتری رو باید طی می‌کرد و خیلی فیلترهای بیشتری رو باید طی می‌کرد و شاخ و برگی که این سازوکار پیدا کرده بود خیلی زیادتر. حالا کدومش رو بیشتر میپسندی؟ نظرت کدومش بهتر بود؟ هر دوش خوبیای خودشونو داشت، معایب خودشو داشت. توی دومی آدم بیشتر وقت داشت که یک کاری رو از جنبه‌های مختلف بررسی بکنه، بتونه روی چیزایی که حالا کمتر شاید تو فرآیندهای سریع بهش توجه میشه، اینجا وقت بذاره توجه کنه، مثلا ایده رو، پیاده سازیش رو، کدش رو از جنبه‌های مختلفی هی بسنجه. ولی توی با سلام خب توی کار اون چون هی اتفاقات بیشتری میافتاد، اتفاقات سریعتر میافتاد، از اون جهت هم باز یادگیری کنارش بود. یعنی اون سرعته شما یاد میگرفتی. تعداد تسک بیشتر، یادگیری اینجوری، اون طرف تسک کمتر، عمق بیشتر. یکم عمق، آره بیشتر. خب توی دیجیکالا تو چه پوزیشنی بودی؟ دیجیکالا همون بک اند سافتور انجینیر و اینها. توی دیجیکالا که رفتی به عنوان همون بک اند دیولپر استخدام شدی؟ آره منم اونجا همچنان بک اند بودم و دیگه خب یه تیمی بودیم که تو اون تیم کامرشیال نزدیک فکر میکنم اون زمان که من وارد شدم 6 الی 7 نفر بک اند دیولپر بودن. موقعی هم که خارج شدم یه تعدادی باز اضافه تر شده بودن، هولوش 10-11 نفر شده بود تیم بک اند و دیگه من خداحافظی کردم با تیم. چرا؟ سربازی. امان از این. آره دیگه من اون اواخری که دیگه دیجیکالا بودم دیگه، چون فارغ التحصیلم شدم، تقریبا اوایل ورودم به دیجیکالا یا همون اواسط، 2 ماه بعد اینکه اومدم دیجیکالا فارغ التحصیل شدم و دیگه با اینکه فرصت داشتم برای اینکه خدمتمو عقب بندازم، ولی خب تصمیمم این بود که سریع پروندهشو ببندم. یه خورده دنبال موقعیت‌های امنیه و اینجور چیزا گشتم، به نتیجه خاصی که نرسید دیگه اقدام کردم و دیگه مجبور شدم با دیجیکالا خداحافظی کنم، اومدم بیرون. خود دیجیکالا طرح امریه نداشت؟ دیجیکالا طرح امریه داشت، ولی خب اون مدت زمانی که مونده بودم اونجا خیلی برای با شرایط اون طرح سازگار نبود دیگه. مجبور شدی بیای بیرون و بری خدمت مقدس سربازی. آره تا الان. خیلی خوبه، خیلی عالی. تا الان یعنی هنوزم سربازی؟ آره الان هم هنوز مشغول سربازی ام. خب از دیجیکالا به خاطر سربازی اومدی بیرون. الان هنوزم سربازی. چقدر دیگه سربازیت مونده؟ یه اولوش 5-6 ماهی ان شاءالله دیگه بعدش تمام. خب تو 22 سالگی رفتی خدمت؟ آره دیگه. الان چند سالته؟ الان 24 سالو خورده ای. اوکی، خیلی عالی. موفق باشی ان شاءالله. خب الان اگه بخوای برگردی به دوران دانشجوییت و یه نصیحتی بکنی به
اون ترم اولی که خودت باشی، ابوالفضلی که ترم اوله و وارد دانشگاه شده، بهش چه نصیحتی میکنی؟ دوست داشتی چه چیزی رو متفاوت تو دانشگاه انجام میدادی؟ نه خب همیشه برای اون دانشجوهایی که تازه میان دانشگاه، افرادی که نصیحتشون کنن و حرفی بخوام بهشون بزنن زیاد بودن، ولی کلا اون سن و سال و اون حال و هوای اوایل دانشجویی خیلی فضای پذیرفتن اون حرفا نیست. واسه همینم شاید من بهترین پیشنهادی که بکنم اینه که اولا خیلی وقت رو تلف نکنم با اصطلاحاً به حاشیه رفتن یا با اصطلاح جیمز کلیر حرکت کردن و اینا، و برن تو دل یه کاری شروع کنن. یعنی مثلا هی برنامه ریزی نکنن، هی نمیدونم مثلا بالا پایین نکنن، اینجا اونجا، این پوزیشن اون پوزیشن، این نمیدونم، یه کاری رو واقعا استارت بزنن. اگر یادگیری هست سریع با یه اولین جایی که دم دستشون بود مثلا بتونن توی شرکتی مشغول به کار بشن. درس هاشون هم شاید الان یه فازیه، یه جویه که درسای دانشگاه سری تئوریه که به درد نمیخوره، بازار کار یه چیز دیگه است. درس‌ها رو فقط پاس کنیم که مثلا بریم در کنارش به اون مهارتی که بازار کار میطلبه بپردازیم. به نظرم این یه خورده تا یه حدی اشتباهه، یعنی یه مقدار ذائقه جامعه فسفودی شده. یعنی مثلا تا حدی هم راست میگه ها، یعنی مثلا به جای اینکه بیاد آقا بیاد معادلات دیفرانسیل پاس بکنه، خب میره یه دونه مثلا پی اچ پی و HTML CSS یاد میگیره، یه پروژه مثلا 30-40 تومانی میتونه با همون مهارتی که شاید با یک ترم یادش بگیره انجام بده، در صورتی که اون معادلات دیفرانسیل حالا ها ممکنه به دردش نخوره. انتگرال آره. ولی الان به نظرم چون هم داره یه خورده با این داستان ظهور ای آی ها و مثلا کلا مدل هایی که هستن، این دیگه کارهای دم دستی و مثلا چیزی از سمت رو دوش آدما برداشته میشه. دنیا یک کمی داره میره سمت کارهای تخصصی تر و این تخصصی تر، این تخصص هم همونیه که دارن تو دانشگاه یاد میدن. حالا ممکنه با یک مرجع بد، با یک استاد بد، با یک بیان و لحن بد، ولی در نهایت همونه. توی برنامه‌نویسی هم حالا همون چیزیش که الان تو بازار کاره، بین اون کدنویسی که فقط سینتکس بلده با اونی که مثلا دیتا استراکچر، الگوریتم، نمیدونم اینجور چیزا رو میفهمه، واقعا فرقه. و به نظرم اگر بتونن درسای دانشگاه رو جدی بگیرن، ولی حواسشون باشه که آقا مثلا اگر الان این درس ایراد داره احتمالاً از مدرسه، خودشون برن مثلا بدونن درس مثل نتورک، درس سیستم عامل او اس، درس نمیدونم مثلا برنامه‌نویسی، درس نمیدونم پایگاه داده، اینها همه درسایی که خیلی به شدت مهمه و تو اگر الان فقط بخوان پاس بکنن، بخوان تو بازار کار فعالیت جدی بکنن، مجبورن دوباره خودشون برگردن به صورت مطالعه آزاد اینا رو یاد بگیرن. یعنی اگه برگردی به عقب دوباره میری دانشگاه و نمیری مثلا یک کلاس برنامه‌نویسی یاد بگیری و بری سر کار؟ آره، مسیر دانشگاه رو انتخاب میکنم، ولی اولا تو درس‌ها یه فیلتری میذارم. خودم درسایی که حس میکنم واقعا توی مسیر شغلی مهندسی کامپیوتر و برنامه‌نویسی مفیده، فراتر از دانشگاه، حداقل در حد دانشگاه و حتی فراتر براشون وقت میذارم و سعی میکنم که خوب یه چیزایی حداقل ازش یاد بگیرم و استفاده بکنم. حالا با هر چیزی که جذابه دیگه، مثلا یکی براش جذابه که یه چیزی رو پروژه محور یاد بگیره، یکی براش جذابه که از یه مدرس خوش صحبت یه چیزی رو بشنوه. حالا با هر روشی که براشون جذابه سعی کنن مطالبی که باید یاد بگیرن و جای یاد گرفتنش هم توی دانشگاه هست یاد بگیرن، ازش ساده رد نشن، نگن که دانشگاه
چیز مفیدی نداره یا مثلا مطالبش همش تئوریه اینها یاد بگیرن، بعداً قطعا موقع استفادهش هم میرسه. البته اگر که دنبال اینن که خیلی حرفه‌ای و تو سطح بالا همین مسیر مهندسی کامپیوتر ادامه بدن. خب پس الان یعنی تو فکر میکنی که بین کسی که دانشگاه رفته و الان داره بک اند دیولپر، همون تخصصی که شما داری و داره کار میکنه، با کسی که دانشگاه نرفته یه تفاوتی هست؟ ناکن میتونم تفاوتی نباشه یا حتی اون فردی که دانشگاه نرفته جلوتر باشه. حرف من اینه که یه سری سرفصل‌های توی دروس دانشگاه هست که اینها قطعاً برای مسیر شغلی برنامه‌نویسی خیلی مفید و حتی لازمه. حالا شما الان بالاخره یه توفیق اجباری مسیرتون رو انتخاب کردین، الان کسی که دانشجوان حالا دارن این صحبت ما رو گوش میدن، شما بالاخره در معرض این درس‌ها هستی. چه بهتر الان که مجبوری پاس کنی یاد بگیری و پاس کنی، وگرنه اونی هم که نه اصلا از مسیر دانشگاه تا رد نشده داره میره با یه سری کتاب‌ها و کورس‌های آزاد این مبحث رو یاد میگیره. حالا شده پشیمون بشی از این مسیری که اومدی و بگی که کاش مثلا یه مسیر دیگه رفته بودم، یه تخصص دیگه، یه رشته دیگه؟ به صورت جدی نه، یعنی من خودم اولا یه آدم کمالگراییم، از اون طرف هم دنیای امروز پر از ابهام و پر از عدم شفافیت، خاطر همین شرایط خیلی مساعدی پیش میاره برای پشیمونی و برای حسرت و اینکه آقا مثلا ای کاش این کارو می‌کردم، ای کاش این کارو نمی‌کردم. اما به نظرم این ویژگی‌های ذاتی کلا دنیای امروزه و خیلی نباید بهش توجه کرد. به صورت کلی هم نه پشیمون که بگم از اصل مسیرم پشیمون باشم، نه. چرا اتفاقات زیادی بوده که اگر برگردم عقب یا یه چیزایی انجام میدم یا یه چیزایی که انجام دادم انجام نمیدم. طبیعیه تو زندگی هممون هم فکر می‌کنم باشه. بله. به نظر چند درصد از موفقیتت شانسه و چند درصدش به خاطر تلاش خودت؟ اگر بخوایم بگیم که به موفقیت دست پیدا کردم، اول این گزاره رو قبول بکنیم، به نظرم 10% قسمت یا همون شانس، 90% هم تلاش خودت. ولی خب اینا خیلی به هم اصطلاحاً گره خورده. خیلی اینجوری نیستش که بگم مثلا فلان اتفاق یهو مثلا اینقدر تأثیر گذاشت توی مسیرم که شانسی بود، فلان اتفاق اینقدر تأثیر گذاشت که مثلا حاصل تلاشم. در صورت اتفاقاتی افتاد، همونجور که صحبت کردیم. خب کرونا خودش یه اتفاقی بود که قطعا هیچ ربطی به تلاش من نداشت، ولی توی مسیرم خیلی تاثیرگذار بود. نظرت فعالیت توی تشکل‌ها و انجمنات تو دانشگاه آیا مثلا کار مفیدیه که دانشجو بره انجام بده؟ خودت از اینکه تو انجمن فعالیت کردی درست حس خوبی داری برگردیم دوباره اون کارو می‌کنی؟ آره قطعا. حالا یه سوالی هم پرسیدی که تو دانشگاه بیشتر رفتی سمت مهارت یا رفتی سمت درس. اگر الان برگردم عقب یا یه جورایی توصیه‌ام به دانشجوهای امروز اینه که یه چیزی که خیلی تو دانشگاه باید جدی بگیرنش بحث ارتباطاته که توی این موردم بحث انجمن اولا خیلی بهم کمک کرد، خیلی میتونست البته بیشتر از این کمک کنه. کرونا نذاشت. آره هم کرونا نذاشت، هم این که اون زمان خیلی از این کارکرد دانشگاه و انجمن یه خورده غافل بودم خودم و کلا میگم ارتباطات و اینا رو همه رو جدی بگیرن، چه دانشجوها با هم دیگه، چه با اساتید، چه با بعد سربازی برنامه چیه؟ چیکار کنی؟ دوباره باید، یعنی دوست دارم برگردم به بام وطن، بازار کار، و از اون طرفم برنامه ادامه تحصیل رو دارم. یعنی هم دوباره برگردم به دورانی که هم دانشجو بودم هم کار میکردم، منتها این دفعه احتمالاً ارشد. و خب از بدیه برنویسی بگو، حالا از خوبیاش چی گفتی؟ آره
کلا دیسک نگرفتی؟ هنوز نه، ولی خودش آره یه خورده مشکلات داره دیگه بالاخره، مخصوصا اگه آدم حواسش نباشه یهو میبینه که بعد 3 سال حتی، یعنی حتی با این مدت کم هم اثر میذاره. بعضیا فکر میکنن نه مثلا آسیبای کامپیوتر و اینا مال 10 15 سال و 20 ساله، ولی یهو میبینیم بعد مثلا 3 4 سال مشکلای بینایی، مشکل گردن، مشکل اینجور چیزا، دست، مچ دست، اینا ممکنه پیدا بکنه آدم. البته جاب ویژن گزارش حقوق و دستمزد که داد، بالاترین حقوق و رشد حقوق و برنویسا داشتن. آره ولی بازم کافی نیست ها. نه اون که خوبه، اون عدد رقم های گزارش ها همه حاکی از اینه که شرایط خیلی خوبه، ولی خب همه جا اینجوری نیست. من تجربه خوبی داشتم از این جهت هم، ولی دارم میبینم که مثلا توی بازار یه سری افرادی هستن که با حقوقای خیلی پایین کار میکنن. یه سری شرکت هایی هم هستن با حقوقای پایین دارن کار میکنن. الان خب بازار شرکت های آیتی اینجوری نیستش که بگیم محدودن به یک شهر و اینا، ولی خب ما تو استانهای مختلف تفاوت‌های خیلی زیادی می‌بینیم تو پرداختی‌ها. یعنی اون شرکتی که تو تهران ثبت شده و دفتر داره با شرکتی که توی قم یا مثلا اصفهان دفتر داره، جفتشون دارن از کل ایران کسب درآمد میکنن، جفتشون دارن از کل کشور مثلا پول میگیرن، ولی اون تهرانیه یه جور حقوق میده، اون شرکتی که تو قم یه جور حقوق میده. دیگه حالا نظام کاپیتالیستی همینه دیگه، عرضه و تقاضا و بحث مذاکره است. همه جای دنیا هم اینجوریه. این هر جای دنیا هم که بری می‌بینی که روال تقریبا اینه. مگه اینکه حالا سیستم کمی سوشالیستی تر بشه، کمی دولت بیاد و بیشتر مال نفوذ کنه و اینا، که اونم حالا معایب خودشه داره. خلاصه در کل حالا خوب شد اینو گفتی. الان دانشجوهایی که مهندسی کامپیوترن اینو میبینن، این صحبتمون رو گوش میدن، بدونن که آقا تنها مسیر پیش روشون اولا برنامه‌نویسی نیست. یعنی حالا دنیایی که تکنولوژی داره هر روزم داره گسترده تر میشه، اولا مسیرهای متفاوتی داره و پوزیشن ها و نقشه خیلی متفاوتی هست. بچرخن تجربه کنن. اون که گفتم سریع برن سراغ تجربه کردن، نه به این معنا که برن سریع یه جا مشغول شن عقب نیفتن یا مثلا نمیدونم مثلا سابقهشون زیادتر کنن. اینها برن با از یه جا تجربه کردن، ممکنه که این مسیر 1000 تا پیچ بخوره، 1000 جا تغییر پیدا بکنه. از اینم اصلا نترسن. من خودم با اینکه حالا چند سال سابقه بک اند دارم، شاید تو آینده اصلا دیگه تو این فیلد مشغول کار نباشم، شاید هم باشم. کلا مسیر آیتی و تکنولوژی همینه که هر روز هی داره تغییر میکنه. شما باید با این تغییرات اوکی باشین و فقط یه استراتژی کلی، یه مسیری که یه هسته فعالیت شما رو مشخص بکنه برای خودتون بچینید، ادامه بدن، سعی کنن که اون رشدشون رو مثلا یه چشم انداز خیلی مثلا کلی واقعا داشته باشن، اصلا خودشون برای جزئیات اذیت نکنن. سن 20 تا 30 سال به نظر اون سنی نیست که آدم بتونه توش به یه قطعیتی برسه از انجام مثلا یه کاری، از انتخاب قطعی و مطمئن یه مسیری. و خیلی بالا پایین داره زندگی. کلا تجربه کنن، با تجربیاتشون، یادگیریاشون مسیرشون رو روز به روز بهتر کنن. مرسی ابوالفضل، مرسی که اومدی، صحبت خوبی داشتیم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. دمت گرم، ان شاءالله که موفق باشی، خدمتتم به خوبی تمام کنی، بعدش هم مسیرهای موفقیت رو یکی یکی با سرعت بری. ان شاء الله. ممنون ازت، متشکرم. سلام. خوشحال شدم از صحبت. قربونت عزیزم.